رادیوی مهاجر، خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر، پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر، اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر، تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر، بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر، ما را میشنوند. شنوندگان عزیز، خاطررسان میکنیم که شما صحبت ما را با زبانشناس امید جیهانی شنیده ایستادید و چون من میخواهم، چون رادیوی ما نام گرفته است رادیوی مهاجر، ما کمی صحبت داشته باشیم در موضوع مهاجرت. آیا مهاجرت مهنتی به زبان تاجیکی تاثیر دارد یا نه؟ بله، تاثیری بسیار و بسیار منفی دارد. بسیار منفی دارد. اول اینکه بسیار از مهاجران ما که در روسیه با خانواده های خود میآیند، زبان و فرهنگ تاجیکی خود را از دست میدهند. مثلا کسانی که مقیم شدن، مثلا فرزندای ما، با اینکه کوشش میکنیم زبان یاد میدهیم، ولی چون محیطشون تاجیکی نیست، زبان ما را فراموش میکنند. شما در یکی از صحبتاتون گفته بودید که اگر خودت که فرزندانتون با زبان مادریشون خوب حرف زنند، با آنها شاهنامه بخونید. اگر میتونید بخونید. در موضوع مهاجرت ما ایرا هم باید بگوییم که وقتی که مهاجران ما از روسیه برمیگردن و تاجیکستان، کوشش میکنن بیشتر روسی صحبت کنند. همین یک مفهوم در تاجیکستان پیدا شده است. رسیان سبب در چیست؟ رسیان پرستیژ دارد. دخترکان نگاه میکنند. فکر میکنم که نه. برای چی نه؟ شما برای برگرده ببینید در دوشنبه چیست. چون همون از دوران شوروی مد بود که کسی که با زبان روسی حرف میزد گویا شهری باشد، عصری باشد. اما من فکر میکنم که این نادرست است، زیرا که مثلا من دوست دارم که همیشه با زبان تاجیکی صحبت کنم و من این از مشاهده ها گفتم 1,200,000 مهاجر داریم بنابر آمار رسمی. اگر 200,000 نفرش هم برگردده بیاید، با خودش سیل از واژه های روسی را میبرد. او واژه هاشون یک طرف، وقتی که میایند در یک محیط روسی زبان زندگی میکنند، حتی اندیشه شون روسی میشود. بعد به روسی اندیشه میکنند، تاجیکی گپ میزنند، بعد میشود چی؟ همون ازبکی که گفتید. خوب. بسیاری از دانشجوهای ما همینطوری اندیشه میکنند، به روسی اندیشه میکنند، بعد تاجیکی مینویسند، بعد میشود همون. ما چی کار باید بکنیم؟ خدا را شکر که شما این رادیو مهاجر را راه اندازی کردید. این یک وسیله میشود برای رساندن پیام ها در هر باره به زبان ما و مردم مهاجری ما، و چنین برنامه‌های و چنین ابزارهای باید بیشتر شوند. امروز برخی از تاجیکان سخن‌های لایق شیرعلی را، استاد لایق شیرعلی را استفاده برده. اون شخصانی که امروز، اون تاجیکانی که امروز بیشتر به زبان روسی حرف میزنند، اونها رو تنقید میکنند، میگویند که زهر باد شیر مادر بر کسی که زبان مادری گم کرده است. ولی امروز هستند تاجیکانی که برای اونها زبان روسی زبان مادری است. ما میتونیم اونها رو تنقید کنیم؟ نه، نمیتونیم. حقوق نداریم. زبان مادری یک چیز است، زبان ملی دیگر چیز است. این یک پدیده کاملا جداست. زبان مادری منم فارسی تاجیکی نیست. زبان مادری من شاغ نیست. کی گفته است که من زبان مادری خودم فراموش کردم؟ کی میتونه مرا بگه که زهر باد و شیر مادر برته که زبان مادری تو فراموش کرده؟ من اون را فراموش نکردم. ما زبان ملی داریم، زبان فارسی تاجیکی زبان ملی تاجیکان هست. روی این مفهوم باید بیشتر کار کنیم. زبان ملی چیست؟ زبان ملی زبانی است که همه مردم یک کشور آن را میدانند، خواه زبان مادریشون باشد و خواه زبان مادریشون نباشد. در روسیه زبان ملی زبان روسی است، در ایران زبان ملی زبان فارسی است، در امریکا زبان ملیشون انگلیسی است، در آلمان زبان ملیشون آلمانی است، ولی در تاجیکستان زبان ملیمون هنوز ملی نشده است. زمانی بود که همه بیگانگان زبان ما را یاد می‌گرفتند در سرزمین ما.
ولی امروز ما این عامل را از دست داده ایم. وضع در تاجیکستان به نسبت 15 سال پیش بهتر شده است. از نگاه کاربرد زبان دیگر دولت وزارت‌هایش را مجبور کرده است که نامه‌نگاری را به زبان تاجیکی کند. این خوب است. ولی زبانی که نهادهای دولتی به کار میبرند سفته نیست و ما در روز زبان دولتی باید در این باره بیشتر صحبت کنیم که چگونه میتوانیم زبان دولتی خود را سفته و روان کنیم که آن ترجمه تحت لفظ از روسی نباشد. این موضوع بسیار مهم است. امروز وقتی که با کلانسالان تاجیک هم صحبت میشویم، برخی از آنها از آن شکایت میکنند که زبان تاجیکی اوزره رو نمیفهمند. آنها میگویند که زبان عینی رو میفهمیم، یعنی کتاب‌های عینی رو میخونیم میفهمیم، ولی زبان روزنامه و مجله اوزره رو نمیفهمیم. این زبان دیگر است. درست است، چون که از زمانی در گذشت حضرت عینی 65 سال گذشته است. در 65 سال چی دستاوردهای بشر داشته است؟ در زمان حضرت عینی تلفن نبود، موبیل رایانه نبود. هرگز و هرگز نباید زبان را یک چیزی ثابت در نظر داشت. زبان پویاست، یعنی پیش می رود. زبانی که میگویند زبان عینی، زبان آثار عینی هست. عینی آن چی را که در زمان خود میدید همان را تصویر میکرد. او زبان ادبی است. زبان روزنامه ها یک چیز دیگه است. من باید اینجا یادآوری کنم که گفتیم زبان دو گونه دارد، نوشتاری و گفتاری. زبان نوشتاری خود گونه ادبی دارد، بله. گونه رسمی دارد، گونه علمی دارد، گونه رسانه‌ای دارد و گونه های دیگره. زبان رسانه‌ای زبان ادبی نیست. این زبان است بینی یا آمیخته از زبان ادبی و زبان گفتاری. پویاترین گونه زبان زبان رسانه هاست، برای اینکه اخبار روز را میرساند. این زبان یک روزه است. شما خبری که در گرم و گرمیش دادید رفت، دیگه تحریرش نمیکنی. و این زبان باید چنان توانا باشد که هر پدیده‌ای که در یک لحظه رخ می‌دهد آن را بیان کند. ولی زبان رسانه‌های تاجیکستان را که می‌بینی یک زبانی ناسفته و ناروان و ناپویا است. درازگویی، پرگویی، این همانگویی، درازنویسی، اینا همشان از مشخصات زبان رسانه‌ای ما هستند. بنابراین کسانی که میگویند که ما زبان عینی را میفهمیم و زبان رسانه‌های امروزی را نمیفهمیم، باید دانسته باشند که آنها یا در زمان عینی درمانده اند و از پیشرفت زمانه پس مانده اند. 65 سال گذشته است. نباید زبان امروزی را با زبان دیروزی این همان بدانی. اینا تفاوت دارند و ما از آثار ادبی خود از دوران رودکی تا عینی نه خود آن زبان را لازم داریم، برای اینکه شماره کلمه های آن زبان محدود هست. ما باید روش های واژه سازی آنها را به کار بگیریم و برای پدیده های نو واژه های نوی بسازیم. یک نمونه آن را من در ساختن درجه های نظامی تاجیکی برای شما نشان میدهم. مثلا ما اصطلاح سپهسالار داشتیم. از 1100 سال پیش ما این واژه رو داریم. ما از روی واژه سپهسالار 3 واژه دیگر ساختیم. ببینید ما در ارتش تاجیکستان درجه های نظامی روسی رو به کار میبریم. یکیشون تاجیکی از گنرال ارتش، او هم گنرال روسی است. روسی هم نیست، اروپایی است. ما به جای گنرال ارتش اصطلاح ارتش سالار را پیشنهاد کردیم. به جای گنرال پالکونیک سپهسالار، به جای گنرال لیتنانت لشکر سالار، به جای گنرال مایور گونسالار. اینا اصطلاحاتی هستند که 2 تاشون تاریخی هستند، گونسالار و سپهسالار.
و 2 تا دیگه رو من ساختم. سرهنگ از کدام واژه ساخته شده؟ سرهنگ اصطلاحی بسیار قدیمی هست که حتی در عصر 8 میلادی در زبان سغدی به همین معنای لشکرکش وجود داشته است. فکر کنم همین کلمه موضوع بحث هم شده بود. بسیار، برای اینکه اون در گروه کاری واژه گزینی برای اصطلاحات نظامی 9 پلکونیک همراه ما بودند و این پلکونیک ها هیچ نمیخواستند که سرهنگ نامیده شوند، چون که با گفت اونا سرهنگ هنگ داره. خب فرهنگ هم هنگ داره، آهنگ هم هنگ داره. سرهنگ یک اصطلاح بسیار قدیمی است و ما او را به جای پلکونیک پیشنهاد کردیم. این درجه هایی که من پیشنهاد کردم هنوز تصویب نشدند، بنابراین اونها را نمیشود گفت درجه، آنها هنوز واژه های پیشنهادی هستند، ولی در شورای امنیت ملی و وزارت دفاع اینا باید بررسی شوند. шунавандагони азиз хотира رسان میکنیم که شما صحبت ما را با زبانشناس امید جیهانی شنیده ایستاده و سوال دیگر، آنهایی که درباره زبان ناب تاجیکی بحث میکنند آیا میتوانند که به استفاده از واژه‌های نوی به مثل کامپیوتر، اینترنت، فیسبوک، مسنجر، وایبر، واتساپ اظهار اندیشه کنند؟ باید دانست که اگر واژه نامی خاص هست او را ترجمه نمیکنند. مثلا فیسبوک نام یک شبکه اجتماعی است، اون را ترجمه نمیکنند، ولی مسنجر به زبان ما پیام رسان می شود. وایبر اسمی خاص است، او را ترجمه نمی کنند. اما کامپیوتر اسمی عام است، اون به زبان ما رایانه می شود. زبان ما توانمندی واژه سازی بسیار خوبی دارد. مثلا ما برای درجه های مخصوصی نیروهای انتظامی یا وزارت کارهای داخلی از یک ریشه با 2 واژه و 3 پسوند 20 اصطلاح ساختیم. توانمندی زبان ما رو ببینید. زبان ما رو خوب نیاموختند، وگرنه بسیار بسیار روش های خوبی واژه سازی دارد و ما برای هر پدیده می توانیم به زبان خودمان واژه بسازیم، ولی نام های خاص را نباید ترجمه کرد. مثلا مرسدس است، کلاشنیکوف هست. همین فیسبوک میگویند این هزل است یا واژه سازی است؟ نه این هزل است. او را ما فیزیبک نام کرده بودیم، بعد نام خانوادگیش هم که روسا زوکربرگ میگن به زبان ما زاکربرگ میشود. زاکربرگ. همون را شکربک هم گفته ایم، ببخش حضرت مارک دوخی هم میکنیم. ولی ببینید ما گاه در بحث ها مفهوم ها رو با هم آمیخته میکنیم. اگر میگوییم زبان دولتی، باید بدونیم که زبان دولتی چیست. این زبان کاربردی در نهادهای دولت است، اون زبان سراسری نیست. او را میشود سفته و روان کرد و ما روی کار کردیم. اگر موضوع ما زبان ملی هست، باید بدونیم که گونه نوشتاری زبان ملی هست یا گونه گفتاریش. گونه گفتاریش همه گویش های تاجیکستان را در بر میگیرد و ما تفاوت های بین گویش های تاجیکی هم داریم. باید ببینیم که در این گویش ها چی واژه های ناب هستند که ما اونا را باید بگیریم و در زبان ملی به کار ببریم و بسیار از واژه ها و اصطلاحات بیگانه را باید بگذاریم در همون محلا بمانند. مثلا ما امروز از دیروز است که یک بحث داریم سر واژه قرچ قدا و ینگه و یزنه و قیسینگیل و یک چیزایی که اینا تاجیکی نیستند. ما برابرهای خوبی تاجیکی برای اینها داریم. نیاز نیست که این واژه ها را بگیریم و در زبان ملیمان به زور بسپوزیم. مثلا همون قیسینگیل که رفیق سعدی مهدی میگه کلمه تاجیکی است، یک کلمه مغولی است. ما خواهر شوهر میگیم، خواهرشو. برای چی بگوییم قیسینگیل؟ گیل در زبان گیل میگن لای. در لهجه هاشون، در شهرهاشون، در روستاهاشون گفتن گیرن، ما کاری نداریم. ولی در زبان رسانه ها نباید به کار گرفته شود. در زبان رسانه‌ای باید برای همه مفهوم باشد. مثلا ما قیسینگیل نمیدونیم چی هست، ولی خواهرشو را میدونیم چیست. این تاجیکی است. خواهر شوهر میگن خواهرشو. زنی ایور. این تاجیکی در اینش. کلین، من 20 ساله شدم تو کلمه کلین نشنیدم. ما سنها رو میگیم. این کلمه تاجیکی است، از دوره رودکی هست.
یا مثلا چی میگن همتری یک کلمه هایی که ما تاجیکیشون داریم باید همونا رو در رسانه ها به کار بگیرن. تقا و خاله تاجیکی هستن یا نه؟ تقاش مغولیست، خالش عربی. پس تقا چی میشد؟ تقا را دایی میگفته اند در زبان فارسی، دایی. در دیگر جاهای را به کار میبرند. ریشش هم بسیار قدیمی است. نه دایی بگیم باید بگن که دایه و با همون دایه هم ریشه است. خاله را دایه میگفتند، تقای را دایی میگفتند. میگفتند مثلا عمک به زبان تاجیکی افدر است. افدر یعنی برادری پدر. اما چون عمک کوتاه‌تر است همون را به کار میبریم، اشکال ندارد. ولی واژه هایی که برای همه مفهوم نیستند اونا را باید همون برابرهای فارسی تاجیکیشون رو به کار بریم. اگر هم تاجیکیشون نداریم فارسیشون رو بگیریم، اگر اونا رو هم نداریم یک سری میسازیم. مثلا ما امروز میگیم تلویزیون، رادیو، تلفن، ماشین، ماشین الکی وارد لغت زبان تاجیکی شده است. همه روزه در روزنامه دولتی در مینویسن تلویزیون، رادیو. اینا را کسی از زبان برآوردنی هم نیست و نباید هم ببرد. مثلا ماشین اسم عام است، شما هر دستگاه را میتونید ماشین بگویید، ولی اون چه منظور از ماشین امروز هست به زبان ما خودرو می شود. ترجمه است از اتومبیل. خودرو کلمه تاجیکی است، خودش هم تاجیکی است، روش هم تاجیکی است. پس ماشین لباسشویی رو چی باید بگیم؟ جامه‌شوی. ماشینی که دستگاه خراطی است رو چی بگوییم؟ ماشین اسمی عام هست. مثلا تلویزیون هم میشه جهان نما نامید. آینه نیلگون با فکرم ترجمه او کرده. ترجمه از روسی است، گلوبای اکران. ولی ما چون یک زمان آینه اسکندر داشتیم که جام جهان نماش میگفتن، همون جهان نماش به معنای تلویزیون میتونیم به کار بریم، ولی نیاز نیست که رادیو و تلویزیون رو هم ترجمه کنیم. اینا واژه‌های کهنی هستن که کم و بیش 80-90 سال در زبان‌های جهان به کار می‌روند. نیاز نیست همه واژه‌ها را ترجمه کنی یا برابر براشون بیاوی، هیچ نیاز نیست. ولی بعضی از واژه‌های نوی را تا در زبان جا نیفتادن میتوان برابر فارسی براشون یافت. دیروز در همون میز گرده که داشتیم در سفارت، زبانشناسان روس خودشون گفتند که شما تاجیکا باید کلمه های روسی رو از زبانتون بیرون بریزید و ساخته های ایرانی رو به کار بگیرید، چون اون به زبان شماست. برای چی ما باید زبان خودمون انبار از کلمه های روسی کنیم؟ ما روسیم، دوران شوروی گذشت رفت و اینکه ما مهاجریم در اینجا این معنا رو نداره که هر چیز رو بی برکش از روسیه بگیریم ببریم. خوبی ها رو بگیریم، دانش ها رو بگیریم، ولی به زبان خودمون باید بازگو کنیم. فرهنگ ما همیشه این گونه بوده است که ما هر چی از دیگران میگرفتیم بهتر از اون رو میساختیم و به دیگران هم میدادیم. این روش رو باید زنده کرد. از نگاه شما امروز کمیته زبان و اصطلاحات چه چاره‌ها را اندیشیده ایستاده است برای رشد زبان تاجیکی؟ کوشش‌های دارند. یک کوشششون همون تاجیکی سازی درجه‌های نظامی هست که من با اونها همکاری کردم و در زمینه‌های دیگری هم اونها کوشش دارن، ولی از آن جایی که شمار کارمندانشون کم هست دستشون به هر کار نمیرسد. رسانه‌نگاران، روزنامه‌نگار و خبرنگارا میتونن در این زمینه با کمیته زبان همکاری کنند. یعنی این موضوعها رو در حد حدودی که معقول هست باید همیشه بازتاب دهند. این کار یک وظیفه یک کمیته زبان نیست. هر کسی خود را تاجیک میشمارد و زبان خود را فارسی، تاجیکی یا همون تاجیک هم که بگوییم میداند، باید در پاکسازی زبانش، در نگه داشتن زبانش کوشش کنیش کند. همه را گردن یک کمیته نباید بندازیم. اما خیلی کمیته هم در بعض جاها سیاستش پایدار نیست. مثلا پیتزا را آمد پیتزا کرد، ولی روسیه را میگه که باید راسیه بنویسیم، مسکو باید مسکو بنویسیم. و من از همینجا به خانم گوهربانو میگویم که این دیدگاه آنها درست نیست. نام کشور روسیه در زبان ما روسیه است. احمدی دانش همین را میگفت،
حضرت عینی همین را میگفت، ما هم باید همین را بگوییم و هیچ دلیلی نمیشود که از روسا روسیه گرفته روسیه بنویسیم. این درست نیست. مهرزاد، من یک سوال دیگه داشتم. میخواستم راجع به نوشت روزنامه و مجله خصوصی در تاجیکستان چند حرف بگوید. یک روزنامه هست نامش SSR اقن شبزن همون مردک. من واقعا دارم این یک مردکی بسیار خوبی هست که همین داد فریاد میزنه که ما تاجیک ما میتوانیم، ولی وقتی که روزنامه‌شو میخونید انباشت از کلمه ها روسی است. همون روزنامه خود نه ایملای رسمی زبان تاجیکی را رعایت میکند، نه زبان دولتی تاجیکستان من در عموم در میبرد. من حالا همشون میگم، یکیشون همونه با اینکه دعوا میکند که ما تاجیکیم و شما دیگراتون تاجیک نیستیم. مثلا برخیره میگه که شما با پول آخوندهای ایرانی برنامه های اونا رو در اینجا راه اندازی کرده استی، اما نه قانون این زبان را به نظر میگیرن، نه ایملای زبان ما رو به نظر میگیرن و نه واژه های تاجیکی ما رو به کار میبرند. اینطوری نمیشود. اگر دعوا میکنید که ما تاجیکیم، تاجیک باشه، درست بنویسه، ما هم دوستون میداریم، ما با کسی دشمنی نداریم. روزنامه خصوصی معنا رو ندارد که همین هر چی پیش دهنت اومد نوشتن بگیری. اینطوری هم نیست. زبان نوشتاری برای خودش ایملا دارد، اون برای خودش قاعده دارد. بخواهی نخواهی وقتی که روزنامه در وزارت دادگستری تاجیکستان ثبت نام شده است، یعنی شما موظف هستید این قانون رو رعایت کنید. یا در نیمی متن بیای کلمه روسی را به برکش استفاده بردن گیری، گویا صبریمینی هستی و گویا که پرستیژ خوب نیست. هیچی خوب نیست. شما گفته بودید که برای رشد زبان تاجیکی باید فرهنگ‌های آنلاین باید ساخت. تقریبا 1.5 سال پیش کاربران گروه واژه‌جو که در گذشته نامش زبان کده بود، اگر خطا نکنم، خبر خوش شنیدند. شما اعلان کردید که یک فرهنگ آنلاین ساخته می شود با نام واژه‌جو، ولی تقریبا 1 سال پس اونجا نمیدونم چی نافهمی بود بین شما و بین اسکندر رفیف که شما گفتید که شما گفته بودید که گروه را میبندیم چون که همون واژه‌جو مال همون گروه است و اگر کاربران مال خود را صاحبی کرده اگر نتوانند پس گروه نیز باید بسته شود. من چی ماجرا بود بین شما و بین اسکندر رفیف؟ خب این ماجرا برمیگرده به خودی ما، او را رسانه‌ای کردن نمیخواستیم ولی باید رسانه‌ایش کرد. ماجرا این بود که ما این فرهنگ رو ساختیم، یعنی این فرهنگ رو ایدهش از ما بود، در همون گروه واژه‌جو پیشنهاد کرده بودیم و چون اسکندر برنامه نویسی خوب بود و گفته بود که ما یک برنامه نیم کاره داریم همون رو بیاید تکمیل کنیم، ما مطالبی رو که از دانشنامه ملی به دست آورده بودیم به او واگذار کردیم که او همه را در همون برنامه جا کند تا اینکه من ویرایش کنم. ما وظیفه رو تقسیم کردیم و این مسئول بخش فنی بود، من مسئول ویرایش. و در یک زمانی که ما همین واژه‌جو را راه اندازی کردیم، ما او را در یکی از رسانه‌های روسی سنجیدیم، بسیار بازگوی خوبی داشت و من از آن رسانه روسی اخراج شدم سری همین موضوع. من یک مدت بیکار بودم و در همون زمان بود که از کمیته زبان اصطلاحات برای تهیه واژه‌های نظامی پیشنهاد گرفتم و اسکندر را گفتم که همچنین وضعیت پیش آمده است، من یک مدتی نمیتونم روی اون واژه‌جو کار کنم، شما هر چی دارید واریز کنید در همون برنامه، من بعدا اینا رو ویرایش میکنم. من باید زودتر همین واژه‌های نظامی را پیشنهاد کنم. برنامه ملی بود، طرح ملی است و 4 ماه من درگیر همین کار بودم. در این 4 ماه کار به جا رسیده بود که اسکندر مرا از ویرایش همون واژه‌جو محروم کرد، یعنی چون کلیدهای همون پرال‌ها در دست او بودن او گرفت بست
گویا که من پول خدمت دادم، من کار کردم تو کار نکردی، این همش مال ماست. این بحث یک بحث اخلاقی بود. یعنی اگر ما قرارداد می داشتیم او را حتما به دادگاه میکشیدم، چون قرارداد من تاجیکانه بده، همین جنتلمنی که میخواید دست دادیم جوان مردانه بیا همین کار برای ملت بکنیم و وی نامردی کرد، این واژه رو از ما دزدید. دیگه من هم گفتم که باید گروه هم ببندم و واقعا هم گروه بستم. او 8000 تا 9000 هموند داشت، من 3-4 هزار شب پاک کرده بودم، ولی چون بسیار از دوستانی که دیگه پاک شده بودن دوباره از من پرسجو کردن که جور شد چی شد و دیدم که واقعا این گروه برای ملت مفید هست. دوباره او را باز کردیم و دوباره اومدیم برنامه همون پیش بردیم و به نظر من کاری خوب شد که اون واژه‌جو ساخته شد و کار میکند. من اگر قضیه را دادگاهی میکردم کاربران از این فرهنگ اینترنتی محروم میشدن و چون ما این فرهنگ رو برای مردم ساخته بودیم نامردی میشد اگر من اون را با این قضیه دادگاهی میبستم. نمیگم حلالش بود ولی برای کاربران حلال بود. ما بهتر از اون رو هم میسازیم، در نظر داریم که یک فرهنگ جامعه اینترنتی بسازیم، ولی در این زمینه ما نیاز به نیروهای داریم. یعنی این طرح نیست که من به تنهایی انجام بدهم. من ویراستار بسیار خوبی هستم، لافم نمیزنم، 18 سال کار ترجمه و ویراستاری دارم در هر زمینه، ولی به تنهایی این کارا نمیشوند. ما باید یک فرهنگ داشته باشیم که هم تاجیکی به تاجیکی باشد، هم تاجیکی به روسی باشد، روسی به تاجیکی باشد، تاجیکی به انگلیسی باشد، انگلیسی به تاجیکی باشد و در کنار همه اینها باید فارسی هم داشته باشیم. اینها برنامه های هست که من در تاجیکستان در پژوهشگاه زبان با خود مدیر پژوهشگاه صحبت کردم و اگر صحبت های ما سری جاش باشد و کسی زیرابی ما را نزند، ما این طرح رو همراه با کمیته زبان، با انستیتوت زبان، همراه با دولت میخواهیم یک طرح ملی انجام بدهیم. جوانای گرامی، امروز فرصتی هست که شما باید دانش خود رو در خدمت کشور و ملت بگذاره. دیگه عمر ما هم گذشت رفت از 40. بچه‌ای که در دانشگاه میخونن، بچه‌ای که بعد از دانشگاه دانش و هنری دارن باید این کارا رو برای خودشون کنن. ما در زمان زندگی میکنیم که همه چیزی ما اینترنتی شده است و شما باید برای خودتان این طرح‌ها رو بسازید. یعنی بیاد همکاری کنیم، همدست باشیم و این فرهنگ ها رو برای خود و برای نسل های بعدی بسازیم تا در هر زمینه توانسته باشیم صحبت کنیم. این موضوع رئیس جمهور هم در سخنرانیش گفت، تاکید کرد. من گمان میکنم که سخنرانی که رئیس جمهور به مناسبت روز زبان داشت از بحث‌های 10 ساله ما بسیار اثر گرفته است. آفرین بر سخنرانی نویس‌هایش که این موضوعها را در این سخنرانی جا دادن. من در این سخنرانی 90% فکر پیشنهادهای خود را دیدم. ما این بحث را باید منطقاً به پایان برسانیم. دیگه سر این موضوع نام خدمات، نام زبان ما، نام کشورمان بحث نباید کرد. ما مردمی هستیم که 1300 سال تاریخ داریم و زبان ما کهن‌تر از ماست و یک نام داشته در طول تاریخش. اگر میگوییم که ما کهن هستیم باید نام‌های کهن خود را به کار ببریم. ببینید روسا مثلا مجلسشون چی نام کردن؟ Государственная дума. برای چی؟ برای که 100 سال پیش مجلس قانونگذار روسیه دوما نام داشت. برای چی اوپراوا میگویند؟ برای که 100 سال پیش همین اصطلاح‌ها بودن. یک عقیده بسیار نادرست هست که گویا که برخی از واژه‌ها ارخئیستی شدند. زبان ما واژه ارخئیستی ندارد. اگر زبان ما این واژه‌ها را میدانست یا میداشت، ما امروز شعرهای رودکی را نمیفهمیدیم، یا ما کتاب تاریخ بیهقی را نمیفهمیدیم، یا تاریخ بخارا را نمیفهمیدیم. ما تمام آثار ادبی خودمون را نمیفهمیدیم، ولی ما 80% شک میفهمیم. اگر بسیار خوب زبان را بدانی و اگر یک فرهنگ اینترنتی داشته باشی 100% میفهمی. خب زبان ما قدیمی نشده است، کهنه نشده است. ما باید
واژه‌های زیبا و شیوا و دقیق درست تاجیکی را در زبان دولتیمون دوباره به کار بگیریم. باید مثلا بگوییم به جای ولایت بگوییم استان. رئیس ولایت میشد استاندار. اینا ولایت تاجیکی نیست؟ ولایت عربی است. خیلی عرب ها ولایتاشون ولایت نمیگویند. چی میگویند؟ در عربستان منطقه میگند، در کشورهای دیگرشون محافظه میگند. ولایت به معنای والی بودن نیست. ببخشید، ولایت به معنای منطقه اداری نیست در زبان عربی. ولایت به معنای رهبری است، ولی بودن. یعنی ولایت که میگن یک معنای دیگری هست. ما در زبان خودمون اصطلاحات دیگری زیبایی داریم. مثلا به جای جماعت دهات باید گفت دهستان، به جای مثلا ناحیه باید گفت شهرستان یا شهرستان. اینا واژه‌های هستند که در فرهنگ زبان تاجیکی هستند. نگوی که ایرانی‌ها اینا رو ساختند. ایرانی‌ها از همین فرهنگ‌ها 90 سال پیش گرفتن و به کار بردند. ما هم باید همین کارو بکنیم. در اون صورت زبان ما بسیار سفته‌تر می‌شود. زبان دولتی ما از روبرداشت غلط از روسی به یک زبان سفته و شیوای فارسی تاجیکی تبدیل می‌یابد. ما باید این کارا رو بکنیم. این کارا هست که رئیس جمهور در این باره گفت. دیگر بعد از این سخنرانی من گمان میکنم که این بحثا باید همه بسته شوند. دیگه رفیق سعدی مهدی با اون طرف مخالفش دیگه بحث نباید بکنن، چون تمامی بحث اونا را رئیس جمهور پاسخ داد. چی کار باید کنیم گفته شد و در این زمینه باید کار کرد. шунавандагони азиз хотиррасон мекунем ки шумо суҳбати моро бахшида ба рӯзи забон бо забоншинос Умеди Ҷайҳонӣ шунда истодаед ва суҳбати мо идома дорад. чун шумо як автономаро қайд намудед, ман дар назар доштам дар умум ما در تاجیکستان دیگر رسانه خصوصی تقریبا که نداریم. همون یک SSR مونده است. مثلا آزادگان بسیار خوب بود، روزی نو بسیار خوب بود. یک زمانه فرج کم کم زبانش تلخ است، چون نامش تلخ است زبانش هم کم کم تلخ است. ولی تا جایی که من بررسی کردم بدترین زبان را رسانه های دولتی دارند. شما با دیگران چی میگویید؟ وقتی که در اخبار رسمی به جای واژه های تاجیکی مثلا نام گل و گیاه ها را به زبان روسی می نویسند. تا زمانی که خود نهادهای دولتی زبان دولتی خود را درست به کار نگیرند، ما حق نداریم رسانه های خصوصی را از جمله همون SSR را وادار به رعایت قانون زبان کنیم. من ایرا در پشتیبانی از روزنامه SSR میگم، با اینکه از اون انتقاد کردم خالصانه میگویم تا نهادهای دولتی این زبان دولتی را درست به کار نگیرند حق ندارند از رسانه های خصوصی گله کنند. کمیته زبان موظف است اجرای قانون زبان را پیش از همه در نهادهای دولتی نظارت کند، نه اینکه دنبال رستوران ها بگردد که چرا نام شما به زبان بیگانه است. اون نهاد دولتی است و اون مجری قانون زبان هست، وظیفش است. هر کسی باید وظیفه خودش رو بشناسد. خب یک سوال دیگه بازم در همون بحثا نظر شما رو میخواستم بفهمم. نمیشود که اون شخصانی که این شب و روز گرد دام اصلی زبان تاجیکان بحث میکنند از یک گریبان سر برآورند، کمر همت بندند و برای رشد زبان تاجیکان سهم خود را بگذارند؟ من 6 سال پیش این پیشنهاد رو کرده بودم، گفتم دوستان گرامی بیاد این بحثا رو بس کنیم. اینا نه پایه دارند نه مایه دارند، بیهودند. ما باید همدست شویم. اگر شما خود را جامعه شهروندی میدانید با دولت باید همکاری کنیم. اگر انتقاد میکنیم باید کاری را هم پیشنهاد کنیم. در آن صورت همکاری دولت با ملت به واسطه سازمان‌های جامعه شهروندی راه میافتد و ما بسیار کارها را میتونیم در همدستی با همدیگر اجرا کنیم. پس چرا شما با وطن نمید و همین کارا برای وطن و ملت نمیکنید؟ من در 23 ساله که بیرون از تاجیکستان هستم، جسمم اینجا بوده است، روحم همیشه در تاجیکستان هست و در 15 سال اخیر هر کاری کردم برای کشور کردم و برای ملت کردم. این گونه نیست که من گویا از تاجیکستان رفتم و بی‌پروا هستم.
و در زمانی که ما زندگی داریم دیگر فاصله ها مهم نیستن. ما امروز در روسیه نشستیم درباره تاجیکستان و زبان دولتیش صحبت داریم. یعنی شما همچون فرق میکنه زمان و مکان فضا. شما همچون شهروند تاجیکستان تصدیق میکنید که امروز زبان دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی است؟ بنابر قانون اساسی تاجیکستان زبان دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی است، ولی این تنها زبان دولتی هست. زبان ملی تاجیکان همون فارسی تاجیکی است و گفتیم شما نباید مفهوم زبان ملی رو با زبان دولتی آمیخته کنید. زبان دولتی تنها زبانی است که دولت برای خدمت رسانی به ملت در نهادهای خود به کار میگیرد. این زبان را زبان رسمی هم میگویند. زبان رسمی زبانی هست که بنابر قانون در کشوری برای خدمت گذاری به ملت از سوی دولت به کار گرفته شده است. این تعریف زبان دولتی است. اگر دولت گفته است که من زبان تاجیکی را برای خدمت گذاری و کارگزاری به ملت انتخاب کردم و این زبان رسمی من هست، نامش تاجیکی است، ولی این تنها زبان دولتی تاجیکستان است و دولت به معنای کشور نیست. دولت به معنای نهاد حکومتی کشور هست. آن چیزی که ما در تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان مینامیم، اینا مفهوم‌های علوم سیاسی هستند. هر کلام مفهوم دقیق و تعریف دقیق دارد. اما زبان ملی تاجیکان، نه تنها تاجیکان تاجیکستان بلکه تاجیکان افغانستان، تاجیکان ازبکستان، تاجیکان دیگر کشورها، زبان فارسی است. ما را نباید فراموش کنیم و ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که پدر بزرگان همین ما یا بابا کلان‌های همین ما تاجیکای امروزه در گسترش و در بالایش زبان فارسی بزرگترین سهم را گذاشته اند. این است که مایه افتخار ما هست که ما زبان خودمون فارسی میگوییم، وگرنه نیاز نیست. شنوندگان عزیز، صحبت ما بخشته به روز زبان از رادیوی مهاجر ادامه دارد. ام صحبت ما زبانشناس امید جیهانی. مرحمت. خب لطفاً بگویید زبان دولتی و زبان ادبی این یک زبان است؟ نه، زبان ادبی زبان ادبیات هست، زبان نظم و نثر، زبان شعر، زبان داستان ها. این یک زبان بسیار شاعرانه هست، زبان پر از آرایه های ادبی هست، زبان عشق، عاشقی و احساسات و دیگر. ولی زبان دولتی زبان خشک، زبان دقیق، زبان سفته باید باشد. زبانی که در کارگزاری نهادهای دولتی به کار می رود. مثلا یکی از نهادهای دولت وزارت اقتصاد است. در زبان اقتصادی باید اصطلاحات اقتصادی به کار بروند. اصطلاحات اقتصادی باید دقیق تعریف شده باشند. یکی از نهادهای دولت وزارت فرهنگ است. او یک زبان کارشناسی خود را باید داشته باشد و زبان دولتی که ما میگوییم جنبه کاربردی دارد. مثلا در زبان فارسی زمان رودکی زبان دولتی را زبان دری میگفتند، چون دربار به معنای حکومت بود، دیوان هم به معنای وزارت بود و این زبانی بود که در دربار و دیوان و در کارگزاری دولت به کار میرفت. این معنای زبان جداگانه را ندارد. برای چی مثلا زبان فارسی در افغانستان زبان دری نامیده می شود؟ چون که برای پشتون هایی که حکومت افغانستان در دستشان هست زبان فارسی زبان دولتیشان هست، زبان درباریشان هست، زبان حکومتی است. و این بهانه گرفتن زبان فارسی را اونجا دری نامیدن. زبان دری جدا از فارسی هرگز وجود نداشته است و ما این نکات رو باید همیشه با دیدگاه زبان شناختی تحلیل کنیم. گونه‌های گوناگون کاربردی زبان را هر کدامی باید در جای خودش به کار برود. نباید همه را بندازیم در روی یک مفهوم. زبان ادبی در زبان ما مفهومی است ترجمه شده از لیتراتور نیزیک روسی، ولی لیتراتور نیزیک به معنای زبانی معیارسازی شده هم هست در زبان روسی که او را در زبان ما زبان معیار میگویند. ما در زمان شوروی برنامه خوبی معیارسازی زبان داشتیم، ولی در یک زمان وی کج رفت و شد همان چیزی که ما امروز داریم. چرا؟ چون از زمان خروشچوف به بعد مجبور کردن که ما از زبان روسی ببرکش واژه و اصطلاح به کار ببریم. امروز باید برنامه معیارسازی ما پاکسازی زبان از این آلوده ها باشد، از این آلاینده ها باشد. ایرا در سخنرانی رئیس جمهور من دیدم که دستور داد این کار باید شد. فقط همین اصطلاح برنامه معیارسازی را به کار نبرد، ولی منظورش همین است. یعنی
در تاجیکستان باید برنامه معیارسازی زبان اجرایی شود و در اون صورت ما دارای یک زبان معیاری خواهیم شد و گونه‌های مختلف این زبان معیار هر کلامی در جای خودش تعریف خواهد شد و هر کلام مفهوم جداگانه خواهد گرفت و آنگاه ما زبان دولتی را از زبان ادبی و زبان علمی، از زبان رسانه‌ای و از زبان گفتاری فرق خواهیم کرد. امروز در تاجیکستان همش آمیخته است. هنوز یک تعریف دقیق از این گونه‌ها نشده است و این بحث مناظره هایی هم که در تاجیکستان هست برخواسته از همین در هم برهمی است که هیچ تعریف نشده است. یکی میاد مثلا لهجه ها را انتقاد میکند که اینش کلمه های بیگانه بسیارتر دارد، اورش دیگر گونه است، اینش دیگر گونه است. اصلا بحث لهجه ها جداست. اینا در گویی شناسی بررسی میکنن. این مربوط به بحث درباره زبان دولتی نمیشود. زبان دولتی تنها زبان کاربردی نهادهای دولتی است. زبان وزارت ها، زبان اداره ها، زبانی که در مکتب ها درس داده می شود، زبانی که در دانشگاه ها و آن علم را از خود می کنند. این همه یک گونه های از زبان دولتی، زبان علمی، زبان ادبی است. ما اینا را باید از هم دیگر جدا بشناسیم تا اینکه کار در روی هر کدامشون آسان تر شود. زبان ادبی امروز رشد کرده است در تاجیکستان. ببینید ما در تاجیکستان شاعر و شاعر پیشه بسیار داریم. شعرهای نغز میگویند، شعرهای بدم میگویند. ولی شعر هرگز موضوع جستار و پژوهش من نبوده است. من در این مورد کمتر میتونم نظر بدهم. نظرم باید سوبیکتیوی هم باشد. ولی ما شاعرای بزرگی داشتیم و امروز شاعرهای داریم که در آینده بزرگ خواهند شد. انشالله که همشون موفق باشند. اگر شعر خوب میگوین خوبتر بگوین، اگر بد میگن خوبش کنند. لیکن شعر چیزی نیست که زبان در اون خلاصه شود. این یکی از آفریده های عاطفی کسانی هست به یک گونه از زبان. ببینید مثلا بین رودکی و لایق شیرعلی 1000 سال فاصله است. استاد لایق شیرعلی به سبک استاد ابو عبدالله رودکی شعر میگفت، هیچ تفاوتی هم نداشت، ولی 1000 سال گذشته است. بعد شعر یک گونه دیگر از زبان هست و بررسیش در جای دیگر هست. زبان ادبی را هر کسی بررسی کرد با در اون موضوع صحبت کنه. شنوندگان عزیز، صحبت ما ادامه دارد با زبانشناس امید جیهانی و سوال دیگر شاید سوال آخرین باشد. برای رشد زبان تاجیکی و زبانهای قدیمه پامیری و یغنابی چی باید کرد؟ بهترین کاری که دولت تاجیکستان میتواند برای نگه داشت این زبانها بکند این است که دست به آنها نزند، یعنی کاربرد اینا را منع نکند. برای که این زبانها جای کاربرد خود را دارند، زبان دولتی جای کاربرد خود را دارد. اگر میخواهند این زبانها زنده بمانند باید برنامه‌های گفتاری، دیداری، شنیداری به واسطه رسانه‌ها برای آنها باید تهیه کنند. ببینید زبان‌های پامیری و زبان یغنابی 1300 سال باز در کنار زبان فارسی تاجیکا همزیستی مسالمت آمیز داشتند، گم هم نشدند. ولی زبان فارسی کم کم جای اونا را گرفته است. مثلا مردمی درواز و بنج یک زبان پامیری داشته بودند ولی امروز دیگر فارسی زبان هستند. اگر دولت خواسته باشد این زبان‌ها را نگه بدارد، بهترین کاری که میتواند کند این هست که کاربرد آنها را در جای خودشون منع نکند، چون که اینها گواه بر کهن بنیاد بودن تاجیکان در این سرزمین هستند. هر همسایه دعوا بکند که ما در اینجا 3-4 هزار سال زندگی میکنیم و شما نه از ایران آمده اید، ما برایشون زبان یغنابی و زبان پامیری را نشان میدهیم که میگوییم 4-5 هزار سال است که همینجا هستند. شما اگه جامده خب با زبان‌های پامیری شعر می‌نویسند، سرود می‌خوانند، ولی من یگان سرود نفهمیدم با زبان یغنابی. هستند 3-4 کس به زبان یغنابی هم شعر میگویند. ولی ببینید ما گفتیم زبان ملی. زبان ملی آن زبانی است که همه شهروندان یک کشور که یک ملت را تشکیل می‌دهند آن زبان را بدانند و به کار ببرند. در کشور ما چنین زبانی باید فارسی تاجیکی باشد و هر کسی به هر زبانی که مادریش باشد سخن میگوید این زبان را باید بداند. روس باشد، ازبک باشد، قرغیز باشد، چینی باشد، ماهتابی باشد، نمیدونم از اقیانوس آمده باشد، از هر کجایی آمده باشد در تاجیکستان شهروند
شده باشد باید این زبان را بداند. شرط و حتمی است و هیچ زبان دیگری نباید جای زبان تاجیکی را در گفتگو بین شهروندان بگیرد. منظور من زبان روسی هست که در تاجیکستان زبان معاشرت بین خلقها اعلام شده است. زبان ما خود در 4 کشور جهان زبان معاشرت بین خلق هاست. هیچ نیازی نداریم که زبان روسی در تاجیکستان زبان واسطه یا میانجی باشد. تاجیکی شهروند تاجیکستان با ازبک شهروند تاجیکستان باید به زبان ملی صحبت کند. این شرط و حتمی است، چنانکه در روسیه هست، در هر کشور دیگری جهانی هست. و این دیدگاه ناسیونالیستی نیست، دیدگاه شاوینیستی نیست، از دیدگاه است که منطقی است. در یک کشور اگر چندین زبان باشد، دولت برای آموزش آن زبانها پول بیشتری هزینه میکند. ما نداریم چنین پولی. ما را بهتر است که یک زبان را در سراسر کشور تعلیم بدهیم تا همون زبان را بدانند و دولت هم به همون زبان به این ملت خدمت برساند. ولی در کنار این برای هر کسی میخواهد زبان خود را بیاموزد، دوره های آموزش زبان باید داشته باشه. مثلا نیاز نیست که در تاجیکستان شهروندان ازبک تبار ما مکتب را کاملا به زبان ازبکی داشته باشند. اونا باید زبان دولتی را، زبان ملی را یاد بگیرند. اونا باید درس های مکتبی را به زبان ملی یاد بگیرند، چون که آموزش این زبان و اندوختن علم به این زبان در دانشگاه های ملی آسانتر خواهد شد. ولی زبان ازبکی خود را به عنوان یک زبان ملیشون تحصیل کنند. همچنین دیگر مردمی پامیر باید زبان خودشون را بیاموزند. برای اینا باید شرایط فراهم آورد. قانون زبان اینا را در نظر گرفته است. نباید کاربرد این زبان ها ممنوع شود، هر زبانی که باشد. ولی از دیدگاه کشورداری هر کشوری برای خود قرار می‌دهد که یک زبان را سراسری کند، چون هزینه آموزش و کاربرد این زبان کمتر است. آیا تاجیکستان چنان ثروت دارد که بتواند برای همه زبان‌هایی که در تاجیکستان به کار می‌روند شرایط فراهم کند؟ نیست. پس نیست، باید یک زبان رو سراسری کند و این زبان باید فارسی تاجیکی باشد. شنوندگان عزیز، صحبت خیش را با یک شعر بسیارم مشهوری استادی زنده‌یاد شاعری خلقی تاجیکستان مومین قنوات به انجام میرسانیم. قند جویی پند جویی ای جناب، هرچی می جویی بجو. بیکران بحرست گوهر بی حساب، هرچی می جویی بجو. فارسی گویی دری گویی ورا، هرچی می گویی بگو. لفظی شعر دلبری گویی ورا، هرچی می گویی بگو. بحر من تنها زبانی مادری است، همچو شیر مادر است. بحری او تشبیه دیگر نیست، چون که مهر مادر است. بله، فارسی گویی دری گویی ورا، هرچی می گویی بگو. بحر من تنها زبانی مادری است. شنوندگان عزیز، برنامه ما به آخر میرسد. مهمان امروزه ما زبانشناس تاجیک ترجمان امید جیهانی بودند. بار دیگر خوش آمدید بر رادیوی مهاجر. سپاسگزارم از لطف شما و از لطف شنوندگان شما. امیدوارم که این صحبت ما خوششان آمده باشد و چیزهایی را از ما شنیده باشند که در آینده براشون به کار بیاید. من گمان میکنم که این آخرین صحبت ما نیست، چون موضوع زبان یکی از مهمترین و مبرمترین مسئله های خودشناسی تاجیکان در 1300 سال تاریخشان بوده است و اگر نیاز باشد من در خدمت ملت هستم و این برنامه ها رو با شما ادامه خواهم داد. باید گفت که زبان گنجینه بی‌بهاست برای ملت تاجیک و وطنداری تاجیک به زبان وابستگی دارد. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او. شنوندگان عزیز، در همین جا صحبت ما به انجام میرسد. این لحظه ها با شما بودیم همکارم مهرزاد و من مهرخسار. خانه آباد و سربلند باشید شنوندگان عزیز و با رادیوی مهاجر باشید. رادیوی مهاجر، خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر، پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر، اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل.
радиои муҳоҷир. телефон барои тамос 8965 151 0410. радиои муҳоҷир. бигзор то бигӯям. радиои муҳоҷир моро мешунаванд.